ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و هرجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و مرحمت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن، همچنان که رسول اکرم علیه السلام میفرمایند، سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 42 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا السلام، که امروز سومین جلسه رو روی این آیه شریفه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم و بعد از اون تفسیرش را. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. پس گمان مبر که خداوند از ستمگران، از ظالمان غافله. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. اونها را بر روزی که چشمها خیره میشوند به تأخیر میندازه. روز قیامت روزی است که خداوند انسان ببخشید فقط در مقابل خداونده که پاسخگویه. واسه در این دنیا انسان باید توکلش بر خداوند باشه. اینی توکلت علی الله ربی
و ربکم. من همچون که پیغمبری میفرماید من بر خداوند رب خود و شما توکل میکنم. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه مهارش دست خداونده. ولذا کسانی که گمان میکنند که خداوند به خاطر مهلتی که به انسان میده غفلت میکنه، این گمان به شدت نادرسته. اگر شما با یک حیوان هم بد رفتاری کنید، با یک گربه، با یک بچه اومده دکان مثلا یه چیزی میخره، اگر ظلم کنی بهش، چه بسا که بالا دستیت بیاد از سینجینی بکنه که پاهات بلرزه. ولذا هیچ ظلمی رو انسان در کسی روا نداره، در خرید، در فروش، در خانه، در راه، در هر حرکت و سکنه ای، در هر ارتباطی، در هر تعاملی. انسان گمان نکنه که خداوند چون زود نمیگیره، فوری نمیگیره، خداوند غافله. لیوم تشخص فیه الابصار، این روز قیامته، روز حسابه. در آن روز خداوند دربارش میفرماید در سوره مبارکه یاسین: اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. چقدر سخته. امروز ما بر دهانهاشون مهر میزنیم، دستهاشون سخن میگویند، پاهاشون سخن میگویند، به آنچه که عمل کردن شهادت میدن. روز دینونه، روز قیامت همینه، روزی که انسان در مقابل خداوند فقط پاسخگویه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. وقتی که مرگ فرا میرسد میگویند خدایا ما رو بازگردان تا شاید لعلی عمل صالحا. چرا؟ فرصت داشتی تا شاید عمل نیکی انجام بدیم. کلا انها کلمه هو قائلها. هرگز چنین نیست، کسی دوباره زنده نمیشه. اینه که معممان شیعه دروغ میگویند که ائمه میان دوباره زنده میشن، دیگران زنده میکنن، همش اوهامه، لا طائلات، مهملاته، ضد قرآنه. کلا انها کلمه هو قائلها. هرگز حرفیست که از دهن خودش میاد بیرون. و من ورائهم برزخ. بعد از مرگ برزخه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت. ظالمان، ستمگران، امام تراشان، قبر پرستان، تلفح وجوههم النار، اونجا آتش بر چهرهاشون رو خواهد سوزان. ازشون سوال میشه: الم تکن آیاتی تطلع علیکم فکنتم بها تکذبون. آیا قرآن ما، آیه های ما بر شما خونده نمیشد که تکذیب میکردی، میگفتی قرآن امام زمان با خودش برده، این قرآن قابل فهم نیست؟ چی میگوین؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و كنا قوما ضالین. شقاوت ما بر ما غلبه کرد و ما گمراه بودیم. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای خدا وار از این آتش، از این بلا، از این مصیبت خارج کن، اگه بازگشتیم ما ظالمین. قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. خفشید، الان دیگه حرف نزنید. پس بازگشت به دنیا نیست. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. همانا به تأخیرشون اندازه بر روزی که چشم خیره بشه. این خیره شدن کنایه از ترس شدیده. در روز قیامت هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا سخن قیامت برات اومده؟ روزی که وجوه یومئذ خاشعه، روزی که چهرهایی هستند که ذلیل و خوارند. عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه، دچار آتش میشن و
ولذا امام علی رضی الله تعالی عنه سخن جالبی داره، میگه الغنا والفقر بعد العرض علی الله. فقیری و ثروتمندی هر انسانی بعد از روز حساب کتاب در مقابل خداوند مشخص میشه. قهرمانی انسان، موفقیت یک انسان اینه که در چنین روزی از آتش نجات پیدا کنه. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگو میچشه، از پیغمبران گرفته تا صالحان و نیکان و امامان و شهیدان. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، لیکن پاداشتون و اجرهاتون در روز قیامت بهتون داده میشه. بعدش چی؟ اینجا شاهد کلام اینجاست، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. هر کسی که آتش دور بشه و وارد بهشت بشه، پیروزی اینه که پیروز شده. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کالای دنیا جز کالای غروری بیش نیست. این پهلوانی و زرنگی است که شما با دشمنت وارد محکمه بشی که خانه رو از دستش بگیرید، یا من موفقم خانه رو ازش گرفتم، فلان زمین ازش گرفتم، فلان دکان ازش گرفتم. قهرمانیت، موفقیتت وقتی که از عذاب خدا نجات پیدا کنید، از آتش جهنم نجات پیدا کنید، در مقابل خداوند ایستادید، در مقابل خداوند در حضور همه پیامبران و صالحان و نیکان و همه بشریت، هیچ علقشی درت نباشه، بهت گفته بشه ادخلوها بسلام آمنین، با سلام و با امنیت وارد جنت بشید. این پیروزیه. فاما من اوتی کتابه بیمینه، و کسی که کتابش به دست راستش داده بشه، نامه اعمالش به دست راستش داده بشه، از خوشحالی به مردم که بیایی نامه اعمال منو بخونید، من میدونستم که من چند روز حساب میشم. فهو فی عیشة راضیه، در زندگی خرسندی خواهد بود، خوشنودی خواهد بود. فی جنت عالیه، در باغهای بهشت عالی خواهد بود. قطوفها دانیه، ثمرها چیدنیه. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید بنوشید، گوارا باد براتون به خاطر اونچه که در روزهای گذشته یعنی در دنیا انجام دادید. و اما من اوتی کتابه بشماله، اما کسی کتابش نامه اعمالش به دست چپش داده بشه، فریاد میزنه کاش که کتاب من، یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش که این کتاب دست من داده نمیشد، ولم ادری ما حسابیه، نمیدونستم که حساب من چیه. یا لیتها کانت القاضیه، کاش که مرگی سراغ من میومد. ما اغنی عنی مالیه، مالم مرو بی‌نیاز نکرد، سلطانم از دست رفت. ولذا انسان عاقل، زیرک، اونه که قبل از اینکه وقت از دست بره، قبل از اینکه فرصت از دست بره، موحد بشه، خداشناس بشه، دست از قبر پرستی و امام پرستی و سیغ بازی و خمس بدهی و باقی هرت پرت های آخونده دور بشه. من شما همه زنده ایم الان، مادامی که زنده ایم، مادامی که روح به گلو نرسیده، باب توبه بازه، باب صلح بین انسان و خداوند بازه، باب اصلاح بازه. هر گناهی هر چقدر بزرگ باشه، از شرک بالاتر گناهی نیست، باز قابل بخششه با توبه. اما وقتی که ملک الموت بیاد، دیگه توبه در کار نیست، وقت گذشته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. توبه بر کسانی نیست که عمل بد انجام میدن، سینه میزنن، زنجیر میزنن، مال و مردم میخورن، مردم رو در زندانها شکنجه میکنن، مردم رو بدنام میکنن، به دخترای مردم تجاوز میکنن، اونا به نام اسلام و به نام اهل بیت، تا اینکه مرگشون فرا رسید قال انی تبت الان، من الان توبه کردم. ولی الذین یموتون و هم کفار، اونا کسانی که میمیرند و کافرند، همه اینها
اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. بر همه اینها عذاب دردناک مهیا کرده ایم. ولذا فرعون وقتی که توبه کرد الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان توبه میکنید و سابقا نافرمان بودید و از مفسدان. فرعون وقتی که عذاب خدا را دید گفت که آمنت برب هارون و موسی، به خدای موسی و هارون ایمان آوردم. و جاوزنا بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل رو از دریا گذراندیم. فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا، فرعون و لشکریانش، خامنه زمان و لشکریانش دنبالش رفت، دنبال موسی و قومش رفتن، تعدی و تجاوز کردن. حتی اذا ادرکه الغرق، تا اینکه دچار غرق شد. در چنین وقتی گفت که آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین، من ایمان آوردم به خدایی که بنی اسرائیل بهش ایمان آورده و من از مسلمانانم. الان خداوند تشر بهش میزنه الان، یعنی آیا الان و قد عصیت قبل، سابقا نافرمان بودی. و ایمانی که بعد از اینکه فرصت از دست رفته هیچ فایده نداره. توفیقت، موفقیتت اینه که وقتی شما سالمید، تندرستید، در اوج جوانیت هستید، در اوج قدرتت هستید، در اوج صحتت هستید، در چنین وقتی ایمان بیارید، موحد بشید، دست از رافضیگری و شیعه بازی و فرق بازی بردارید. مادامی که سالمید، نبض قلبت میزنه، باب توبه بازه. ولذا خداوند صفات مردمی را که روز قیامت وایسادند پیش خداوند ذکر میکنه. ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اینها رو باز میداره به روزی که چشمها خیره. مهطعین مقنعی رؤوسهم، به سرعت ندای پروردگار رو جواب میدن، نمیتونن جواب ندن. شما در دنیا کسی برات مثلا یه نامه‌ای میفرسته، میگه آقا من الان مشغولم، 100 تا بهانه میاری. در دنیا این ممکنه، اما روز قیامت در پیش خداوند انسان وایستاده این ممکن نیست. هیچ تخلف و تأخری ممکن نیست. مهطعین به سرعت میرن، مقنعی رؤوسهم، سراشون بالایی از شدت خوف. لا یرتد الیهم طرفهم، چشماشون تکون نمیخوره. این بالاترین درجه ترسه که انسان به اصطلاح ایرانی میخ شده باشه. و افئدة هوا، گلوهاشون فارغه. این دلیل برای که در زمین هیچ جای فارغی وجود نداره، هر جا خالی وجود نداره. هر جا خالی باشه هوا اونجا رو پر میکنه. و افئدة هوا، گردنهاشون فارغه از ترس. یعنی به شکلی که نه چپ میتونن نگاه کنن نه راست میتونن نگاه کنن. و اینم ممکنه که چشماشون مؤمنان از فرط از جمال الهی که میبینن نمیتونن جای دیگه نگاه کنن. و وقتی که انسان در حالت ترس باشه از شکلش ظاهر میشه. و وقتی که انسان یک جمال و زیبایی فوق‌العاده هم نگاه کنه همچنین چشماش جای دیگه نمیره. هر دو این حالت ها رو انسان از چهره میتونه تشخیص بده. وقتی که انسان به چیزهای متعدد نگاه میکنه چشم متغیر میشه از یک شی دیگه، ذهنش هم همچنین متغیر میشه.
ولی نابینایان رو شما نگاه کنید، چون چشمهاشون نمیبینه حافظهشون قوی تره، بلکه اذهانشون به اشیاء متعدد مشغول نیست، همه چیز رو در ذهنشون میسپارن. بانک علم در واقع. و عواطفی که از غرایز انسانی است، جز خداوند کسی نمیتونه روش تحکم کنه. یعنی مثلا خنده انسان، غضب انسان، این دست خدا آدم نیست. انه هو اضحک و ابکا، خداست که انسان رو میخندونه یا میگریانه. این حالت ها خنده و گریه در دست انسان نیست. و یه جا خداوند فهم که زاغت الابصار، یه جا یعنی از ترس چشمها خیره میشه. و عبارت های متعددی به کار میبره. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. خداوند را از اعمال ظالمان و ستمگران غافل مپنداری. داستانی هست که یه زنی با همسرش داشت غذا میخورد. یکی در رو زد، همسرش گفت در رو باز کن. دید که گدایه، گفت از مال خدا چیزی من بدید. زن بیچاره میخواست پولی از همین مرغی چیزی بهش بده. شوهرش ناراحت شد و اون گدا رو طرد کرد، تکبر کرد درش. سالها گذشت تا بین این زن و شوهر اختلاف افتاد. چند طلاق شدن، جدا شدن. چند ماهی در خونش مون. یه نفر اومد به خواستگاریش و انسان ثروتمند و خوش اخلاقی بود و قبولش کرد. اینا بر سر سفره نشستن، دارن غذا میخورن. یکی در زد. شوهر دومش، شوهر بهش گفت که در رو باز کن. رفت در رو باز کنه، دست پاچه شد. گفت چیته؟ گفت که یه گداییه. گفت خب تو چرا دست پاچی؟ گفت میدونی این گدا کیه؟ گفت نه. گفت این شوهر اولمه. ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون. خدا را از اعمال ظالمان غافل مپندارید. این شوهر دوم بهش گفت میدونی من کیم؟ گفت نه. گفت من همون گدای اولیم. وقتی که شوهر بر همسرش تکبر کنه، اندک سببی طلاقش بده، این چنین حماقاتی رفتار کنه، بدون که خداوند منتقمه. بر زنی ظلم بکنه، ذلیلش بکنه، چه بسا خداوند اونو فقیر کنه، کسی دیگر جایش بنشونه. خلاصه انسان به اختیار خودشه به هر کسی میخواد ظلم کنه، لیکن بر خودش ظلم کرده. حتی اگر بر حیوانی ظلم کنه، خداوند انتقامشو میگیره، چه در این دنیا چه در آخرت. یه شخصی قصه می آورد. گفت که من مادرم فوت کرد. من در خواب حالت بدی او رو دیدم. خیلی ناراحت بود. 8 سال اون در این حالت بد دید. ناراحت، پیشانیش گرفته، گویا که می سوزه. تا بعد از 8 سال دید حالش خوبه. گفت مادرم خداوند با تو چه رفتاری کرد؟ گفت که کاسه شیر ای فرزندم. فرزندش داستانو میدونست.
این یک برادری داشت از پدر فقط. این مادر بر فرزند خودش کاسه شیر کامل میداد، بر فرزند شوهرش نصف شیر و نصف آب میداد. این ظلمه. 8 سال در این حالت فرزندشون رو خواب میبینه که خداوند مؤاخذهش میکنه تا اینکه خداوند اونو بخشیده. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا را غافل مپندارید از اون که ظالمان انجام میدن. چه زنانی هستند که بر شوهرانشون ظلم میکنن، یا بر فرزندان شوهرانشون، یا برعکس. و اینا همه حساب داره. چه برادرانی هستند که بر برادرانشون ظلم میکنن، چه فروشندهایی هستند که بر خریداران ظلم میکنن. هر چه دلت میخواد انجام بده، لیکن بدون که حساب کتابی هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هاتون. سلام. بنده بیشتر بیننده سخنانتون هستم. بی ثبات و ناخوانده نیز نیستم. کلامم دارای سند است و برای ضد یا قبول هر بیان به دنبال دلیل و مدرک میکردم. آفرین بر شما، چون بیانات شما را قبول دارم خرسند میشم. تا دقایقی با هم کلام شویم. هرچه دلت میخواد بنویس عزیزم. و من اینجا تلفن بر نمیدارم. مدت هاست، بلکه سال هاست که تلفن ها رو قطع کردم به خاطر مزاحمت های اطلاعات. ولی در واتساپ هر سوالی داشتی در خدمت هستم. آقای ابو صلاح الدین از روسیه. سایت اسلامیک یونیورسیتی جامعه الاسلامیه المدینه المنوره اینو بنویس، سایت براتون میاره، هم به عربی هم به فارسی. اگرچه من توصیم اینه که اول برید لاهور، اونجا درس بخونید، بعد برید مدینه منوره، براتون بهتره. اگرچه لاهوری ها مدت هست با ما ارتباطی ندارن متاسفانه. آقای عبدالله هدایت شده از کوزستان. موضوع این داستان در خود کلیپ هست. انشاءالله که فارسی باشه. بس Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir hastalığa yakalanmış bir Müslüman hastayı ziyaret eder ve ona Allah'a bir duada bulunmuş muydun diye sorar. O kimse Allah'ım ahirette benim için hazırladığın bir ceza varsa onu bana dünyada iken ver derdim diye cevap verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Subhanallah buna gücün yetmez buyurarak Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar deseydin ya buyururlar. Kur'an-ı Kerim Yusuf aleyhisselamın kendi diliyle şöyle dediğini ulaştırmıştır. Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni iley. Kaç defa buna benzer cümleler kurduğunu hatırla. İmam el-Maverdi der ki, kader söylediklerinizle müvekkeldir. Söylediğiniz kelimelerinizi murakabe edin. Söylediklerinizi kendi nefsiniz karşılayacaktır. Allah'tan dünya ve ahiretiniz için en iyi olan kelimeleri seçin. Ali Tantavi başından geçen olayı anlatıyor ve diyor ki, Şam'da kadı idim. Bir grup arkadaşla bir akşam bir kardeşimizin evinde toplanmıştık. Nefesimin daraldığını hissettim ve şiddetli bir şekilde boğulacak gibi oldum. Ayrılıp gitmek için arkadaşlarımdan müsaade istedim. Onlar ise sohbete devam etmemizi, ısrarla kalmamı istediler. Lakin ben dayanamadım ve temiz hava almak için yürüyeceğimi belirttim.
Onlardan ayrılıp karanlıkta bir başıma yürümeye başladım. Ben bu haldeyken arkamda Allah'a yalvaran, hıçkırarak ağlayan bir bayan gördüm. Zor bir durumda olduğu her halinden belliydi. Allah'a yalvararak dua ediyor ve acıklı bir şekilde ağlıyordu. Ona yaklaşıp "Kardeşim, seni ağlatan nedir?" diye sordum. Dedi ki, "Eşim çok sert ve zalim birisidir. Beni kovdu ve bugünden böyle evlatlarımı göremeyeceğime dair yemin etti. Benim gidebileceğim ne bir yerim ne de bir kimsem var." Ona "Neden kadıya gidip şikayette bulunmuyorsun?" diye sorduğumda çok ağladı ve dedi ki, "Benim gibi bir aciz kadın nasıl kadıya ulaşabilir ki?" Kadı Tantavi ağlayarak anlatmasına devam ediyor ve diyor ki, kadın bunu söylerken Allah'ın kadıyı boynundan çekerek ayağına kadar getirdiğini bilmiyordu. Subhanallah, gecenin karanlığında çıkmasını ona kim emretti? Kadının ayağına kadar gitmesini ve bizatihi ona derdini sormasını sağlayan neydi? O zavallı kadının hangi duasıydı ki acaba? Nasıl bir dua etmişti ki bu şekilde ve bu hızla duasına icabet edildi? Ey tasa içinde olduğunu ve dünyasının karardığını hisseden kimse, nasıl hallolacak diye düşünüp tasalanma. Ellerini semaya doğru kaldır. Sabırdan sonra seni güzel bir şeyin beklediğine şüphe etmeden inan. Bu dediklerimden sonra hala sıkılıp daralacak mısın? Bilakis karıncanın ayak sesini işitene yönel. Şüphesiz sen tersini düşünmüş olsan da Allah'ın seni sınadığı hiçbir şey yoktur ki onda senin için bir hayır bulunmasın. Kalbini ferah tut. Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ı sınava tabi tutmamış olsaydı belki Allah'ın şeyhten tabi rahmet kılar. بانوی توحیدی شما نامه‌ای فرستادید و هنوز در راه نرسیده. و سلمان پارسی شهید مولانا نعمت الله توحیدی. الله تعالی میگه شما تنها خدا را میخوانی، کافرها ناراحت میشن، بشن ناراحت. ولا کره الکافرون، کلام رب العالمین است. ابو جهل ناراحت میشه بشه، یهود ناراحت میشن که عزیر میخوانن بشه، نصارا ناراحت میشن که عیسی ابن مریم میخوانن بشه. شما بندگان من فقط منو بخوانید. در آیه 60 میگه قال ربکم ادعونی استجب لکم. شما منو بخوانید من خودم جواب میدم. پشت سر یک فتوای سختی بیان میکنه. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. و فتوای نعمت الله خداوند رحمتش کند و از قاتلانش که اجامر خمره‌ای باشند انتقام بگیرد. خمینی و بعثت. اینها از اموری است که سربسته و دربسته باقی میماند. این سربسته و دربسته در مذهب پلید شماست. در اسلام امور سربسته و دربسته نیست. در اسلام امور واضحه. در کتابش کتاب مبینه. شما نگاه کنید رئیس نخست وزیر بزرگان به این چرندیات گوش میدن. آنچه که ما از بعثت میتوانیم بفهمیم برکاتی است که از این پدیده حاصل شده است و مع الاسف برای خاطر
گرفتاری هایی که در زمان خود رسول اکرم بود در مدینه، اون همه گرفتاری ها که نتوانست پیغمبر در اونجا اونطور که بخواهد عمل بکند. این سخن هم نفاق و هم کفره. پیامبر رسالتش رو به کامل شامل به مردم رسوند. پیامبر وقتی که تک و تنها بود در مکه مکرمه رسالتش را اعلام کرد. وقتی که در مدینه 10,000 نفر شمشیر زیر دستشه، اون موقع نمیتونه رسالت رو بیان کنه، بعثت رو بیان کنه. بعثت کمر شما مشرکان رو شکسته، کمر شما سربازان ابن سبع را که امام تراشی کردی شکسته، لیکن با دروغ و با لباس به ظاهر دوستی اومدی به جنگ اسلام. و در مدینه اون همه جنگ که از اول ورود ایشون تا آخر مبتلا بهشون بودند، نشد که یک حکومتی که دلخواه خود ایشون بود عرضه کند. بازم دروغ میگید. توی هندی مشرک و غالی حکومت دلها خودتو درست کردید که دیدید ایران رو بدبخت کرد. پیغمبر نتونست حکومت دلها خودشو درست کنه؟ تو از پیغمبر موفق ترید ای مشرک، ای ملعون. بلکه پیغمبر اصحابی تربیت کرد که در آخرین لحظاتی که از دنیا داره وداع میکنه، اونا رو میبینه که پشت سر ابوبکر نماز میکنند و میخنده، لبخند میزنه، لبخند رضایت. و نه اون معارفی که دلخواه خود ایشان بود عرضه کند. این سخن هم کفره. پیامبر هر معارفی را که معمول به تبلیغش بود به مردم عرضه کرد، هیچ چیزی را پنهان نکرد، هیچ چیزی را با خودش نبرد. همه این چرندیات میگه تا اینکه امامتی را که قرآن کمرش شکسته بیاد با دوستی خالق خرسی بیان کنه. فقط قرآن آمد و قرآن همه چیز است، اما بیانات خود ایشون برای اطلاعاتی که داشتند نشد. قرآن همه چیز است، بیانات یعنی که این چرندیات چیه؟ این تناقضات چیه؟ تناقض رو میبینی؟ اگه قرآن همه چیز است بیانات ایشون نشد یعنی چی؟ وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن برات بیان کردیم، نازل کردیم تا بیان کنید آنچه را که برشون نازل شده بر مردم. تو میگی به خودشون نتونست؟ پیغمبر رو عاجز نشون میدید ای ملعون. و اون حکومتی که دلخواه خود ایشان هم بود نشد. این یه دروغه. حتی در تشیع مرداب دروغه. آقای عبدالعزیز هدایت شده اصلا صدای پخش لایو تلویزیونی خرابه، قطع و وصل میشه و صدا به صورت کشیده و کند هست. نمیدونم لا ببخشید صدا و تصویر تلویزیون شما مشکل پیدا کرد، به خاطر همین فهمیدن برنامه زیبا شما خواستم پیام بگذارم.
و کمال تعصب. آقای سلطان سلیم: علی خامنه‌ای در سالمرگ روح الله خمینی: اغتشاشات پاییز، تلاش دشمن برای ناامیدی مردم. توجه کنید، همه توجه کنند. آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا، آخرین تلاش تا حالا، در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. تلاش دشمن بود. مردم پیش نخی ندارن، نه؟ در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردن. مردم اراذل و اوباشن. افراد مغرض اونجور شعار دادن. در خارج هم اصلا در کجا زندگی میکنه من نمیدونم. مسته، نشه. بعضی از سیاستمداران سطوح بالای دولتی با هم لوله آقا، این آقا لوله. پرده آخر. بریم پرده آخر. وجود مقدس امیرالمومنین با اباذر میرفتن، به وادی مورچگان رسیدن. حضرت فرمود به خدا قسم اگر بخوام تعداد این مورچگان رو بگم بلدم، میدونم چند تا دونشون نر هستن، چقدرشون ماده، اینو من میدونم، اما کی حرف منو باور کنه؟ عشق. شب و روزگار خوش. رصد بلوچستان از اتاق ایزوله اطفال در بیمارستان امام علی چابهار فاقد امکانات مناسب آد بهداشتی و نظافتی است که انتقاد گلایه شدید مراجع کنندگان در پیدا شد. و مراجع کنندگان بلوچ از برخورد نامناسب پرسنل بخش اطفال بیمارستان امام علی چابهار انتقاد کرده و ناراضی هستند. جا خودش وصیت نابسامان جاده آسفالت خاش به سرامان. آقای محترم شما چندی این همه پیام گذاشتی، من این را چطور بشنم؟ 15-20 تا پیام گذاشتی. من فقط نوشته ها رو میبینم، پیام ها رو نمیشنم. آقای یوسف علیکم السلام، در حق دعای خیر کنید، خداوند مشکلاتتون رو آسان کنه. قسمت فنی میگن تلویزیون ممکنه اینطور باشه ولی در اینترنت مشکلی نیست، انداز صدا یعنی. خب دوستان سوال خاصی نیست، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون خیر هر کسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمانی که همه اینها مجازات نشند ما دست از این انقلاب نمی کشیم، ما دست از خونخواهی بر نمی داریم. به حمدالله که رئیس
حفاظت اطلاعات استان به دست در زیر تیغ سرباز فدایی مدافع مکی شهید یاسر خشکانیده شد و به جهنم واصل شد. جا دارد که من از عزیزانم بخواهم که نام این شهدا رو زنده بکنند. رسما خیابانی که شهید یاسر خونش رو تقدیم کرد، اون خیابان رو من میخواهم که رسما در مکاتبات، در محاورات و گفتگوهایتان به نام شهید یاسر تغییر بدید تا نام این شهدای ایثارگر و فداکار رو در تاریخ بلوچستان جاویدان نگه دارید. وقتی که سربازان لجام گسیخته این رژیم فاسد بی پروا به سوختبران ما شلیک می کنند، در زندانها با اختیار تامی که دارند شکنجه و تجاوز می کنند و هرگز موجب پیگرد قانونی قرار نمی گیرند، صدها تن رو می کشند و پاسخگو نیستند، من از عزیزان، از تمامی مردم میخواهم که این جنگ ما با این رژیم فاسد جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه امروز همان گونه که اهل سنت در مظلومیت هست، امروز شیعه در مظلومیته. امروز بهایی ها، دراویش، تمامی اقوام و مذاهب، مسیحیت و یهودیت، همه امروز تحت شکنجه و ظلم و استبداد قرار دارند. من از همه میخواهم که در برابر این رژیم فاسد بایستند. در پایان هم به خامنه‌ای خونخوار میگویم کسی که در بلوچستان آمد نمک بلوچستان رو خورد و نمکدان شکست. دیگه نیازی نیست که به بلوچستان قاصد و هیئت اعزام بکنی و به ریش مردم بلوچ بخندی. ما خودمان حق خودمان را از حلقوم شما بیرون میکشیم. وقتی به بلوچستان آمدی قطعا این ضرب المثل بلوچ ها یادت هست که بلوچ خونگار نبید. بلوچ انتقام خودش رو میگیره، خون بلوچ هرگز به هدر نمیره. اگر تو خامنه‌ای واقعا دنبال حل این قضیه و این بحران و فاجعه ای که خودت خلق کردی هستی، ما میخواهیم که تمامی این افرادی که نام بردم که آمران و خلق کنندگان اون فاجعه زاهدان و خاش بودند، تمامی این افراد رو دست بسته تناب در گردنشون آویزان کن و در برابر مصلای زاهدان اینها رو بیار جهت مجازات و به محضر ملت بلوچ اونها رو تقدیم کن. اون وقت اگر مردم بلوچ قصاص خواستند حق اونهاست، اگر بخشیدند مردانگی اونهاست. اما مادامی که شما تسلیم نشید در برابر مردم، مادامی که سرخم نکنید در برابر مردمتان، این انقلاب ادامه داره و تا زمانی که زنده هستیم جلوی شما خواهیم ایستاد. چه خوش باشد که با ایمان بمیریم، برای دوست جاویدان بمیریم. چه خوش باشد میان سنگر حق، به زیر سایه قرآن بمیریم. چه خوش باشد خداوند هدایت شدگان و از کرد و بلوچ و ترک و ترکمن و آذری و فارس و عرب روز به روز بیشتر کن. سلام بر شما، بفرمایید. شما ایر هستید. سلامت باشید. بفرمایید دوست عزیز. من مهدی هستم از شیراز زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که شما گرفتن. میخواستم بگم که خدمتتون عرض کنم که خیلی من خودم تو خطبه‌هایی که تو مساجد میگفتم خیلی وقتا خود ائمه میگفتن که خود همین روحانیون میگفتن که امام علی خودش از اینکه امامت رو قبول بکنه امتناع میکردن.
و میگفتن که حتی 3 روز در خونهشون ملت نشستن گفتن که آقا امامت رو خلیل و جانشینی رو پیغمبر رو قبول بکن، ولی ایشون قبول نمی‌کردن و حتی گفتن که امامت و خلافت بر شما از لنگ کفشی که من دارم بی ارزش‌تره. می‌خواستم میگم که اینا خدمتتون که عرض کنم قصدشون ایجاد یک دین جدید تو کشور ما هست و میخوان که کلا یه جوری خدمت شما که عرض کنم یه دین جدید رو درست بکنم. خدمتتون که عرض کنم من بارها تو خطبه‌های روحانی در مساجد شنفتم که خودشون میگفتن که ما اینقدر مردم هجوم آوردن که نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست پای مردم لک بشه. نمیدونم حالا شما خودتونم چون سابقا شیعه بودید میدونستید که اینجور صحبتی رو تو مساجد زیاد میشه. ما از این مزهک‌تر هم شنیدم بنده دوست عزیز. بذارید حالا من به شما از خاطرات بنده بگم. زمانی که من شیعه بودم با یه آخوند که اخیراً کلیپی رو پیدا کردم، پناهیان، آخوند پناهیان که همین حرف رو تکرار میکنه. زمانی که بنده هم شیعه بودم 2002 میلادی بود فکر کنم، اون زمانی که من این حرفی که الان براتون بیان میکنم شنیدم، به ما اینطوری میگفتن نه ببینید مردم شایسته لایق این نبودن که این امامت علی ابن ابی طالب براشون امام باشه، لایقش نبودن. مردم علی رو از این زاویه میدیدن، از زاویه اینی که علی ابن ابی طالب خلیفه است فوقش. نه، علی اینو نمیپذیره. یعنی از این ببینید، یعنی از این اراجیف و اکاذیب میگن که واقعا آدم باید مست حیدر پرست باشه که آدم این حرفا رو قبول بکنه. وگرنه عاقل به خودش بگه که آخه پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم مگه کی قبولش کرد در ابتدا؟ چقدر شکنجهش کردن، چقدر اذیتش کردن. پیغمبر اومد گفتش که نه من نمیخوام، این برای من نیست، اینه نه، بعثت رسول الله باید بیان بکنه. یه مدتی خداوند بهش اجازه نداد، بعدش علنی دعوت کرد. خب کو علی ابن ابی طالب و فرزندانش کجا اومدن علنی دعوت کردن؟ با اینی که قدرتی دارن که میتونن این کره زمین رو یه پف بکنه از بین بره. یعنی ولی هم خدمتتون که اصلا تو شیراز که ما یه مسجد اهل سنت داریم، جناب آقای مکارم شیرازی کنار مسجد اهل سنت خب یه حوزه علمیه 7 طبقه زده که برای لج و لجوازی به نظر من این کارو کرده. یعنی کنار مسجد اهل سنت تو شیراز اومده این مسجد یه حوزه علمیه مولا الموحدین درست کرده 7-8 طبقه و بعد خلوت هم هست. شما شیعه هستی دوست عزیز؟ ببخشید سوال میکنم ولی شما شیعه هستی؟ شیعه بودید؟ اهل سنت هست؟ شیعه بودم، الان 1-2 سال هست که به دین اسلام مشرف شدم. الله اکبر. من شیعه هم نبودم، بعد بیدین بودم. بعد متاسفانه بسیاری از هموطنان ما گرفتار این شدن دست آخوندا. طبیعیه، بله، اینجا هم اینطوره. در خارج کنار مسجد اهل سنت شیراز که نه گنبدی داره نه بارگاه. اینو برای ما توضیح بدید، این درسته نه؟ آقا از اونو پخش بکنه، از اونو اجازه ما نمیدن که تو خیابون پخش بکنه. این سوال من از شما داشتم. من تصاویری دیدم از مسجد اومدن یک ساختمون 7-8 طبقه زدن به اسم اهل به اسم حوزه علمیه مولا الموحدین. ببخشید دوست عزیز، این خیلی جالبه درباره این صحبت بکنیم. فقط قبل از این اگه توضیح بدید، من این عکس‌ها رو دیدم در اینترنت از این مسجد. اسم مسجد مسجد اسمش حسنین یا رسول اکرم، درسته؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این مسجد من تصاویر دیدم که گنبد نداره، منار نداره و اذان هم جایز نیست. اینا اجازه نیست. هم تو حیات هم تو داخل ساختمون پخش می‌کنه. من منار اجازه نیست، یعنی تا حد اینا سعی کردن که دیده نشه به عنوان مسجد این مکان، درسته؟ بله اصلا مشخص نیست. حتی یک از تاجر شیراز اومد گفت که من حاضرم پول بدم که جلو این مسجد این قد خصومت دارن که جلو این مسجد بخوان یه ردیف مغازه بزنن، دیگه شهرداری نذاشت و محروم نذاشتن. وگرنه اینا می‌خواستن اصلا یه جوری محوش بکنن که کسی نفهمه اینجا مسجد. سبحان الله. از برکت الله و از برکت مردم مسجد به راه از هر روز نماز جمعه ها و مسجد شلوغه، پره دوست عزیز. ایان تعجب میکنن. ما که میدونیم دوست عزیز، بازم از خاطرات بنده بگم 2003 آخرین بار بود که بنده 2003 میلادی طبعا که بنده ایران بودم، همون شمیران خودمون بودم. بعد نماز صبح فجر بیدار شدم، طبعا قبل از فجر